بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. شنوندگان سخنشناس و پرمهر بزم شاعران، درود گرم و سلام صمیمانه مرا بپذیرید. امروز روز درخشش و طلوع ستاره تابان عالم اسلام است. در چنین روزی بود که شاه مردان و سرحلقه آزادگان حضرت علی علیه السلام پا به دین جهان گذارد و با تولدش اختری فروزنده و نجمی درخشنده در سپهر حقیقت و مروت و آزادگی طلوع کرد. ما این روز پیروز را به عموم دوستداران علی علیه السلام شادباش میگوییم و بدین مناسبت بزم شاعران امروز را با قطع شعری مناسب از محمد حسین شهریار آغاز میکنیم. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. چو به دوست عهد بندد ز میان پاک بازان، چو علی که می تواند که به سر برد وفا را. چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم، که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را. ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب، غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا. به به. خب آقای رضاییان، شعر مناسب امروز رو خوندید و آقای اکبر محسنی هم عود گرمی نواختن. خواهش بنده این است که شما زحمت بکشید آقای مشفق کاشانی به مناسبت این جشن فرخنده نقل و شیرینی به محفل ما آوردن و
خدمت دوستان تعارف بکنید بله، تا با بعد کمال من افتخار بپردازم به معرفی خواهش دوستان. می‌کنم. شما ضمن اینکه مشغول میشید بنده دوستان رو معرفی میکنم. شاعران گرامی ما عبارتند از خانم پروین بامداد و آقایان عباس مشفق کاشانی، محمود گلشن کردستانی. خواننده‌ای که امروز در برنامه مشارکت دارند آقای اکبر گلپایگانی هستند. سایر هنرمندان ما عبارتند از آقایان فرهنگ شریف و اکبر محسنی. بیان کنندگان اشعار هم خانم پژوهش و آقایان رضاییان و امیر نوری هستند. تهیه برنامه هم طبق معمول به عهده آقای عبدالحسین فهیم است. خانم بامداد سرکار باید شروع بفرمایید و شعری رو برای ما بخونید. حالا بفرمایید. یه قطعه شعر دارید؟ 2 قطعه دارید؟ من امروز 2 قطعه شعر دارم، یکی به نام جنون حسد و دیگری به نام سحر که یکیشو خودم میخونم، یکی هم تمنا میکنم از خانم پژوهش که مرحمت بفرما خواهش میکنم و این رو برای ما بخونم. تمنا میکنیم. پس جنون حسد خودتون میخونید؟ بله. خواهش میکنم. به طور مقدمه باید بگم که این شعر به طوری که دوستانم به من میگن با سایر اشعار من به کلی سبکش فرق داره و حقیقت این که خودم هم تعجب میکنم چطور این شعر رو ساختم. تحت تاثیر صحبت‌های یکی از دوستانم بوده و الا حقیقتش این که هیچ وقت عکس العمل من در مقابل رقیب این نیست. به هر حال میخونم تا اینکه خودتون قضاوت بفرمایید. بفرمایید. تمنا میکنم. جنون حسد. باز دل دور ز آرام و شکیب است امشب، که دل آرام در آغوش رقیب است امشب. آتشی در دل من در زده سودای حسد، که سراپای من از خشم لهیب است امشب. هرگزم خوی چنین وحشی و دیوانه نبود، پی کین توزیم این میل عجیب است امشب. خون به پا می کند امشب دل دیوانه من، که رقیب از چه هماغوش حبیب است امشب. کو رقیبم به کجا منزل و خلوتگه اوست، که به دیدار ویم حرص غریب است امشب. دم افسونگرش افسانه کجا میخواند، چشم شوخش به کجا گرم فریب است امشب. دسترس گر بودم ناخن و دندان من است، عوض بوسه ورا آنچه نصیب است امشب. نکشم دل به سر خنجرش از سینه برون، که بران سینه تن یار صلیب است امشب. به شرابش چه بود سود که زهر آمیزم، که حبیبش به یکی بوسه طبیب است امشب. به گلویش نرسن بار به پیچم سر زلف، کشتنش گرچه مرا سخت به تیب است امشب. زشت رویش کنم اندازمش از چشم حبیب، زشت رویش کنم اندازمش از چشم حبیب، تا ببیند ملکش دیو مهیب است امشب. حالا من از خانم پژوهش خواهش میکنم که همطور که خانم بامدادم تقاضا داشتن شما شعر دومش رو بفرمایید. خواهش میکنم. البته با ساز آقای شریف. بله. سحر که زهره به دامان چرخ رخشان بود، سحر که زهره به دامان چرخ رخشان بود، خیال چشم تو دل را گرفته دامان بود.
به پاره پاره آن ابر آتشین دیدم شرار آتش مهرت که بر دل و جان بود. مثال روی تو افسونگر از کران افق، مثال روی تو افسونگر از کران افق، جمال ماه به مغرب هنوز تابان بود. نظر به کوه فکندم کبود و خواب آلود، به زیر برف و مه شامگاه پنهان بود. نه خوب نقاشی چون نیمه رنگ هوا دل به صبح روز وصال، هنوز با شب غم دست در گریبان بود. نسیم گویی سرگشته همچو من هر سو به جستجو، پی راهی به کوی جانان بود. چو لحن دلکش دستانگر تو بر سر شاخ، هزار نغمه به لحن هزار دستان بود. نگاه کردم بر خانه های رفته به خواب، امید خفته در این خانه ها فراوان. به به بی اندازه خوب. چو خاطرات زمان گذشته منظر شهر خموش و تیره، ولی جا به جا چراغان بود. هوا نه تیره نه روشن، زمان نه روز و نه شب، فلک به رنگ نه فیروزه و نه مرجان بود. آفرین. خانم بامداد خیلی خوب شعری بود. خیلی متشکرم. خیلی خیال انگیز و ترسیم و نقاشی بسیار زیبا. خب بعد از خانم بامداد نوبت میرسه به آقای مشفق کاشانی. آقای مشفق شما صحبتی ندارید؟ نخیر، بنده 2 شعر آماده کردم. یکی به نام ساحل دور که با اجازهتون خودم میخونم و یک شعر به نام شکوفه بامداد. شکوفه بامدادم خب خواهش میکنیم یکی از آقایون گویندگان بخونه. ساحل دور خودتون میفرمایید؟ بله با اجازهتون. تمنا میکنم. سحرگاهان که گویی سوده زر، ز دامان افق بر خاک میریخت، زمینای سپیده باده سرخ به جام نیلگون افلاک میریخت. بسیار خوب. چو خواب از چشم حیران زمانه، سیاهی رفته رفته دور میشد، جهان از مجمر تابان خورشید، چو دریا موج‌زن از نور میشد. خیلی به دریا در یکی مرد هنرمند برآمد تا بجوید گوهری پاک، یکی گوهر چراغ دیده جان، چراغی روشن از او چشم افلاک. خیلی خوب. تکاپو را به هر جا دست یازید، چو گردابی در آن سرگشت دریا، تهی از گوهر و آکنده از خس، سراپا دید دریا را سراپا. چو دست شب به سنگ کینه توزی، شکست از روز روشن ساغر نور. چو دست شب به سنگ کینه توزی، شکست از روز روشن ساغر نور. گریزان بود سوی شهر افسوس، هراسان سایه‌ای در ساحل دور. آفرین. خب آقای مشفق
شعر دومتون رو مایلید که کدوم از آقای گویندگان؟ رضاییان که اظهار محبت بفرمایید. آقای رضاییان. خواهش میکنم با کمال میل. آفرین. در خون نشسته لاله به داغ گناه کیست؟ در خون نشسته لاله به داغ گناه کیست؟ این شعله سرکشیده ز دامان آه کیست؟ در دود غم جدا ز سراپرده سحر، این شام تیره همدم بخت سیاه کیست؟ آفرین. چشم من این ستاره شبهای انتظار، چشم من این ستاره شبهای انتظار، شبهای انتظار نشسته به راه کیست؟ آفرین. رفتان که حق صحبت دیرین ز یاد برد، رفتان که حق صحبت دیرین ز یاد برد، حالی دل شکسته من در پناه کیست؟ در گلشن وجود، در گلشن وجود گلوگیر مرغ حق، فریاد ره گرفته به شب دادخواه کیست؟ خورشید این شکوفه گلرنگ بامداد، هر شامگاه مجمر گردان آه کیست؟ مجمر گردان آه کیست؟ خیلی لطیف. خیلی قشنگ. آن را که بار نیست در این پرده گو مپرس، بیرون ز نه رواق فلک بارگاه کیست؟ مشفق به لب رسید مرا جان و کس نگفت، کان مهر دلفروز در این بزم ماه کیست؟ آفرین. امروز آقای گلپایگانی روز تولد حضرت علی است، همونطور که اول برنامه عرض شد و سرکارم میدونید، و بنده علاقمندم که به مناسبت شما شعری بخونید با آواز گرمتون. اگر اجازه بدید بنده 3 بیت از اشعار آقای شهریار رو که در اول برنامه خوانده شد به مناسبت امروز بخونم. خیلی خیلی خوشوقت میشید. این 3 بیت شعر رو اگه اجازه فرمایید در مایه دشتی براتون بخونم. در مایه دشتی. بسیار.
علی همای رحمت، علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، همه در رخ علی بین. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. امید من
زنبای مرغ زنبای مرغ بشنو که در دل شب امید دو جانا جانا محبوب من زنبای مرغ زنبای مرغ بشنو که در دل غم دل به دوست گفتم چه خوش است شهریار علی ای هماگرم تو چایتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه همارا بسیار بسیار عالی. خب دیگه بعد از آواز نوبت رو میدیم به آقای گلشن کردستانی. آقای گلشن، شما خیلی ساکت نشستید.
تمنا میکنم. جلوتر تشریف بیاید لطفا. چشم. بله میکروفون از شما دوره مثل اینکه. عرض کنم حضورتون بنده دو قطعه شعر دارم، یکیش اسم غزل صبح زیبایی، بله، و یک دو بیتی پیوسته به اسم فرزند عشق. فرزند عشق. بله که اون دو بیتی رو از آقای نوری خواهش میکنم. پس صبح زیبایی رو خودتون میخونی؟ بله بله با اجازه. تمنا میکن. منم ای صبح زیبایی به مهرت آرزومندی، منم ای صبح زیبایی به مهرت آرزومندی، درخشان کن به چشمم زندگی را با شکرخندی. آفرین آفرین. چو می گریم فلک جز من نبیند اخترافشانی، چو می گریم فلک جز من نبیند اخترافشانی، چو می خندی سپیده جز تو نشناسد خداوندی، به لبخندت که لبخند سعادت را صفا بخشد، به بالایت که بالاتر از آنم نیست سوگندی. آفرین. جدا از بزم جان بخشد، به گوش و چشم من باشد زمانه ناخوش آهنگی، ستاره ناخوشایندی. منم من لاله زار عاشقی را داغ جان سوزی، تویی تو عشوه‌گاه دلبری را ناز دلبندی. خیلی هنر باید بدین هنگامه کلکی بی همانندش، هنر باید بدین هنگامه کلکی بی همانندش، که افسونی کند در کار وصف بی همانندی. خیلی خوب شد. مگر تابان شود مهرش به جامم ای فلک نوشی، مگر تابان شود مهرش به جامم ای فلک نوشی، مگر خندان شود بختم به کامم ای جهان چندی. مده پندم جدا زان مه فلک تار است در چشمم، مرا جز شور شیدایی نیفتد کارگر پندی. کیم گلشن به بزم زندگانی، شاعری شیدا به شور عشق مفتونی، به لطف شعر خرسند. آفرین آفرین. خب فرمودید که شعر دومتون رو کدوم یکی از آقایون گویندگان؟ تقاضا کردم آقای نوری بفرمایید. آقای نوری. پس از آقای محسنی خواهش میکنم که همراهی بکنم با عود دیگه. بله بله. نمیدانم که این چشم بلاخیز چه میخواهد ز جانم، دگر زین دام هستی سوز افسون خدایا وارهانم. نمیدانم که از این آوای جان بخش چرا لرزد چنین تار دل من، نمیدانم چه سودایی دگر بار به سر دارد دل پا در گل من. به 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 به. خیلی خوب. نمیدانم در این صورت
چه بینم که از خود میروم با دیدن او؟ چرا بینم جهانی دلربایی به ناخندیدن و خندیدن او؟ به به، خیلی لطیفه. نمیدانم چو میبینم ز دورش چرا دل در برم بیتاب گردد. از این اندام سیمین و بر و دوش دلم لرزنده چون سیماب گردد. خیلی قشنگ. بسیار بسیار. نمیدانم چو در چشمش ببینم سراپا از چه رو مفتون شوم من. چه رؤیایی کند بیرون ز خویشم، چه میبینم که دیگرگون شوم من. به خود گویم پس از آن ماجراها دگر این بار سودای چه داری؟ دگر بارت سر عشق و جنون است، دلم آهسته گوید آری آری. خیلی قشنگ، خیلی لطیف، خیلی قشنگ. ندانم ای ز شاعر دل ربوده خبر داری که من دلبند عشقم. تو آگاهی که از احساسم سرشتند، تو میدانی که من فرزند عشقم. نمیدانم که میدانی تو یا نه که من بر هر جمالی دل نبندم. تو را از جمله گیتی برگزیده است، ز محبوبان دل مشکل پسندم. آفرین. برنامه بزم شاعران رو به همین جا پایان میدیم و شما را بدرود میگوییم و برای شما بخت پیروز آرزو میکنیم. کامران و کامروا باشید.